بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، در آغاز این پخش مستقیمی یوتیوبی همه بینندگان عزیز گرامی رو از درگاه الهی برایشون خیر و برکت و عزت و سعادتی دائمی و ابدی با دعا تمنا میکنم. سوالای زیادی در موضوعهای گوناگون وارد شدگی هست. خب حالا از این سوالهای یا که موضوعهای پیشنهاد شده، من فکر میکنم که فعلا همین دروغ و غیبت رو انتخاب کنیم، چرا که بعضی از جوانان و افراد جامعه از این معصیت و از این گناه و از این حرام یعنی میبینیم گاهو حذر ندارن، پرهیز ندارن، حالا که یکی دروغ، یکی غیبت، یکی از حرام ترین و دهشتناک ترین و نکوم کننده ترین خصلت هایی هست که این صاحبش رو در دنیا و در آخرت به برکت و سرسان و سرگردان و آواره و پشیمان میکند، چی دروغ باشد چی غیبت. حالا دروغ رو پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یا که دروغگو رو پیامبر علیه و سلام به مانندی یعنی مسلمان نمیشمارد، چرا که در یک حدیثی صحیحه صحابیه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میپرسند که مؤمن خسیس میشود؟ میگه ده میشود، خصلت انسانی است، خسیس است، یعنی کم دست یا اینکه بخیر، مادامی که زکاتش میدهد، فطر روزهش میدهد، قربانیش میکند، حالا که دیگر خسیسی میکند و خیر و سخاوتی از این بیرون نمیکند، مشکلی نیست. حالا گفتند که مؤمن یا مسلمان یعنی ترسونچک یا شرمگین میشود؟ گفتند میشود. پس باز در دوام سوال کردند که مؤمن یا مسلمان دروغگو میشود؟ گفتند که نه، مسلمان دروغگو نمیشود. چرا؟ و خاطری که دروغ گفتن یعنی یک تهمتی رو بستن در سر کسی هست، بالای کسی هست یا به ضرر کسی هست. خب به طوری جدی باشد، خب به طوری شوخی، یعنی نباید انسان هیچ وقت در هیچ حالت دروغ بگوید. یعنی دروغ انسان رو چیکار میکند؟ انسان رو بدبخت دنیا و آخرت میکند. حالا ببینید انسان‌های دروغگو همیشه با انگشتاش اشاره میشود که این دروغگو هست. یعنی دروغگو هست چی؟ دروغگو هست معنای این رو دارد که سخنش هیچ اعتباری ندارد، مبادا به این باور نکنید، مبادا دروغ این رو باور کرده فریب نخورید. حالا در مقاله مردم هم یا ضرب المثل مردم هم هست که میگویند که دروغگو و مرده میت هر دو برابرند. چگونه حال این دروغگو زنده است اونه که زیر خاک است این هر دو برابر باشند؟ چگونه این مثال آوردن ممکن است چنین مسئله رو، دروغ رو به این مثال آوردن به یعنی با این طور؟ و خاطر چی؟ و خاطر که حالا مرده رو دیگر هیچ کس نمیشنود، مرده رو هیچ کس نمیشنود، حالا زنده رو میشنوند. اما این زنده ای که سخن دارد، سخنش به مانند همون مرده ای که دیگر هیچ کس نمیشنودش هست، یعنی هیچ قدر قیمتش نمیموند. دروغگو انسان بی قدر بی قیمت و دروغگو انسانی چی هست؟ یعنی بی آبرو و بی حیثیت و بی شخصیت هست. برای همین باید مسلمان از دروغگویی حذر کند. در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمدگی است، میگوید اذا کذب العبد تباعد عنه الملک.
میلا من نتن ما جاء به. وقتی یک مسلمان یک مؤمنه اصلا باید دروغ نگوید. ولو دروغ گفت چی؟ اون ملائکه رحمت که همیشه برای اون خیر و دعا و برکت و احسان و نیکی ها این بنده رو می نویسد، اون فرسخ ها دور می رود. چرا دور می رود؟ از بدبویی همین دروغ. حتی بعضی از دوستای پروردگار بوی دروغ رو حس میکردند یا حس میکنند، یعنی بوی بدی همین دروغ رو حس میکنند یا میکردند. یعنی دروغ بوی بد دارد و صاحبش رو به ابرو میکند و رزق و روزی و حیات و زندگی دروغو رو به ابرو میکند. حالا در برابر این ببینید همین نوعی که حالا یا دروغ میگن یا میدزدند، همین دروغو هم دزد هست. یعنی دروغو با دزد چی ربطی داره؟ حالا اون دزد میدزدند اشیایی رو، چیزی رو، و این دروغو میخواهد با همین سخنش فکری تو رو بدزدد. یعنی حق رو باطل نشان بده، یا یک انسانی خوبی رو در نزد شما بد نشان بدهد. پس نتیجهش چی؟ یک چیزی گران، یک دوستی قیمت بهای شما رو با این دروغ و تهمتش یا غیبتش از شما دور میکند. حالا انسان اگر پای افضلش گم کند یا 1000 تومان کند، 1000 تومان گم کند، 10,000 تومان گم کند، این ارزی چندان ارزشی ندارد. خدای نکرده اگر یک انسانی که شما همکاری دارید، اعتماد دارید و انسان هم انسانی خیلی واقعا هم یعنی انسانی خوبی هست، چی در همکاری باشد چی در دوستی باشد، خیلی دوستی خوبی هست که همیشه در فکری، یعنی در فکری چی خیر و برکت شما هست. حالا دروغگوی میاد اون رو یا غیبت میکنه، تهمت میزند، یا اینکه یعنی چیز دروغ میگوید. حالا این شخصیت قیمتی گرانبهایی که خیلی دوستی عزیز و یعنی واقعا هم یک دوستی خیلی مهربان و واقعی هم هست که به خاطر خدا شما همکاری و دوستی دارید، این رو از شما میدزدد. تمام. یعنی با چند جمله سخته و گفته و توفتهش. خب دیگر از اون دزد این بدتر است دیگر. حالا دزد رو بگوییم که میدزدد یک چیزی رو، اگر همون دزد ندزدد صبح که خیش بگه پروردگار رو یک رزق حلال با برکت عطایم فرمو، همین روزم رو با برکت، سعی و تلاشم رو در همین روز با برکت و رزق حلال با برکت عطا، حلال و پاک و پاکیزه و با برکت عطایم فرمو و سعی و تلاش کنه همون چیزی رو که میدزدد ممکن 10 برابر یا 100 برابر زیاد از حجم اون و از برکت اون یک چیزی با برکت پروردگار برایش عطا کنه. لیکن یا شب یا صبح میخیزد نقشه دزدی رو میکشد که کجا بروم، کدام مسجد بروم، چگونه چیزی یا کدام مرکز تجارتی بروم چیزی رو بدزدم. خب در نتیجه چی؟ خب میدزدم. بعد شما دیدید که اون برکت در روی دنیا، خصوصا در جمهوری تاجیکستان، شما دزدی رو دیدید که زندگیش با برکت و از عمر زندگی و رزق و روزی و فرزندان و اهل و خانوادهش برکت دیده باشه؟ همیشه زیر غضب پروردگار است و همیشه حریص و سرسون و سرگردان است و دزد شخصی هست که همیشه در ترس و وهم است که مبود و کدام اشیایی دزدیده هم کشف شود که دستگیر شوم. خلاصی نیست، همیشه در تشویش است. ولی از اونی که میرود میدزدد، اگر تکیه و توکل و امید به پروردگار کند، بعد بگوید که پروردگار رو به من رزق حلالی با برکتی و سعی و تلاش کند، هم
اون ریسک با برکت میاد، هم حلال میاد، هم برای سعی و تلاش و مهنت و زحمتش پروردگار اجرش میدهد. چرا که طلب ریسک حلال عبادت است. ولی برای ریسک حلال مهنت و زحمت میکشد، برای ریسک حلال مهنت و زحمت میکشد که این مهنت و زحمتش عبادت است و برایش اجر است و در نتیجه این مهنت و زحمتش پروردگار برایش ریسک با برکت حلال پاک میدهد. حالا این دروغیه که میاد دروغ میگوید، راست بگوید اگر خاطر جمع است، انسانی با شرافت است، انسانی با کرامت است، انسانی یعنی محترم هست، مکرم هست، بعد بی تشویش هست. چرا که دروغو دایم باز در تشویش هم هست که این دروغ هم کدوم دروغ دیگرم رو باز اشکار نکند. برای همین مردم هم میگن دروغو شدی، ولی که دروغو دروغ باید نگو. خب که دروغو هم کشیدی زیرک هم باش که اون دروغ پیش گفتگیت رو در یاد داشته باش که باز با این دروغت اون دروغهایت اشکار نشود، یا اینکه به آبرو به شرف، حالا که دوست شرف هم ندارد، برکت ندارد، یا دروغو برکت ندارد، شرافت ندارد. یعنی این دروغ در سه حالت برای مسلمان اجازت است. یکی برای چی؟ دروغ حرام، یعنی در عموم دروغ همه دروغ حرام است، لیکن به طور استثناء مخصوص در مسئله های مخصوص، یعنی شریعت اسلامی دروغ رو اجازت دادگی است برای عامه مردم، نه برای شخصیت های مخصوص. بین زن شوهر در مسئله مهر قلب است، میشود دوست داشته است، میشود دوست نداشته است. هرگز نگو دوست ندارم، چی زن باشد چی شوهر، هیچ وقت باید نگوید که دوست نمیدارم. این مرکز اسلامی ریاست فتوا دارد، روزی نیست 10-15 یعنی اویلهای دعوایی، یعنی طلاق شده خود 100 طلاقه و میلیون طلاقه و نمیدونم که به عدد و به شمار طلاقه ها میان دعوا. خب مسئله بعضی یعنی اشکال میشود که خب دیگر طرف شوهر میگه که من دوستت نمیدارم، تمام دوستت نداشتم، بعدت میبینم. خب بعد دیدی حالا که گفتی که شوهر گفتی که بعد میبینم، بعد بلا در سرت میوید، با تمام توانش زیان ضررش رو میرسونه. یا اینکه زنت دوست نداشتم گفتی، همه خیانت میکنن. وقتی زنت گفتی که دوستت نمیدارم بزیبی، همه این خیانت انتظار شد. و خاطری که حالا که خیانتت نکند، وفادار باشد، خانه و در و اشیا و آبرو و شأن و شرف و زندگی و فرزندانت رو با دست دندانش مستحکم بگیرد، بگو دوستت میدارم، تمام. بین زن شوهر فقط در مسئله مهر خدا و رسول خدا اجازت دادگی است، صاحب شریعت. دیگر مسئله نی، فقط در مسئله مهر. این یک. حالا بین دو قهری آشتی در آوردن، حالا زن شوهر قهری است، اکا و دودر قهری است، همسایه قهری است، همکار قهری است، هر کسی که باشد قهری هستند. حالا که مسلمان باید از 3 روز زیاد یعنی دوری نجوید، حتمی باید یعنی معامله معمولیش رو دوام بدهد است. قهری عموما باید نکند مسلمان از 3 روز زیاد. چرا که اون حدیث متفق علیه که میگه 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله او ظل عرشه، یعنی اون روزی که هیچ سایه هیچ شفاعتی وجود ندارد در روز قیامت مگر سایه عرشی پروردگار که 7 گروه رو در اونجا جا میدهد. یعنی دوست داشتن به خاطر خدا و دور شدن به خاطر خدا. این هم باید که در انسان هایی که در زندگی همه دوستیشون به خاطر خدا هست یا دور بدن از نفری به خاطر خدا هست، پروردگار همین خصلتی مسلمانی اصیلی یعنی شرفمندانه این بندهش رو قدر میکند، زیر سایه رحمتش، زیر سایه عرشش و زیر سایه رحمتش قرار میدهد در اون روزی سختی، در روز قیامت. حالا که دیگر به خاطر خدا باید که بین دو قهری آشتی در آوردن. حالا در اینجا دروغ گفتن اجازت است،
که برایت بگوید که فلانی واقعا هم همسایه است یا همکار است یا که هر کسی باشد، واقعا همین شما رو یعنی نسبت شما احترام دارد، یعنی سخنهای نیک گفت. ما شنیدیم که بسیار نسبت شما احترامی دارد، میگوید که ما خیلی دوستی خوب داشتیم. خب آدمگریش، فضل و مرحمتش خیلی نسبت ما خیلی زیاد است. خب دیگر یک دیگر نفهمیمون شد. حالا دروغ است، صد دشنام صد حقارت میکند، لیکن این صد دشنام این صد تحقیر گفتگیش نمیگوید، میگوید که اون نسبت شما یعنی چی هست؟ احترام دارد، نسبت شما احترام قائل است، از نیکی‌های شما، از شخصیت شما، از آبروی شما، از عزت شما، از شرافت شما همیشه سخن میگوید یا دیگر. حالا دروغ است، در اینجا درست است، حلال است، حتی ثواب است. و خاطر آشتی در آوردن چیز دو طرفی مقابل یا دو طرفی قهری. اما در دیگر حالت ها دروغ گفتن یعنی حرام است، دروغ اجازت نیست. برای چی؟ به خاطر که دروغ رزق رو به برکت میکند، دروغ عمر رو به برکت میکند، دروغ حتی فرزندان رو به برکت میکند. ولی بسیار فکر میکنن که ولی که هر چی گفتم هر چی کردم خب دیگه میرود میشود. نه، چنین نیست. هر سخنی، هر قدمی تأثیر دارد و پیامد دارد. هیچ سخنی و هیچ قدمی و هیچ عملی و هیچ رفتاری به پیامد نیست، حتمی پیامدی دارد. هر کاری که انجام دادی پیامد اون رو انتظار باش. برای همین میگویند که نیکی ها کردی، عملهای صالح انجام دادی، راست قول و با شرافت و با کرامت و با عزت بودی. با شرافت و با کرامت و با عزت بودن در راست گفتن و راستگویی هست. این همه بودی، همین خصلت‌های نیکت برایت عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت می شود. خدای نکرده ولی دروغ و تهمت و بهتان و غیبت و دیگر کردی چی؟ هیچ رای گریز از اون نیست که میوید بالای سرت میوید. هر چی کردی میوید، نیک کردی نیک میوید، بد کردی بد میوید. برای همین هم دانشمندان اسلام همیشه میگویند که یعنی چی؟ دانشمندان اسلام همیشه میگویند که هر نیکی کردی نگو که به فلانی کردم، چی به پدرت، چی به مادرت، چی به فرزندت. اون رو تنها نکی که بچه برای این کردم اون کردم دیگر کردم. نه، یا با پدرت نگو که پدر جان خب دیگر به قدری توانم این کردم و دیگر کردم. برای چی نگو؟ یا با برادر یا همسایه یا دوست رفیق. ما شاید بعضی از دوستی ها شدیم که اومدن در حضوری من دعوا کردن که من فلان روز اینی مبلغ داده بودمش. از روی دوستیشون برهم خورد، ولی اومدن من رو شاهد گرفتن که من این کرده بودم و این نمرده این کرده بودم اون کرده و حساب کنند. یک دیگر حساب کردن، یعنی دوستی رو قطع کردن و تمامی نیکی‌های کردگی که گذشته اشون رو حساب کردن بالای همدیگر و دوستی رو قطع کردن. این مسلمان نیست. نیکی کردی برای خودت نیکی. هر انسانی که میکنه برای خودش میکند نیکی رو. چرا که نیکی من برای اون انسان نمیرود، نیکی من برای خودم برمیگردم. بدی من به اون انسان درست که من آزارش دادم، اذیتش دادم، غیبتش کردم، فریبش دادم، اون برای در عوض این همه فند و فریب اجر میگیرد. کی ضرر میبیند؟ من ضرر میبینم که این همه بدی ها رو کردم. اون بدی های کردگی هم بالای سرم برمیگردد. هیچ راهی گریز نیست. نیکیت میآید نیک، بدیت میآید بد. برای همین باید که انسان مسلمان یعنی چیز؟ انسان مسلمان باید که هیچ وقت دروغ نگوید یا غیبت نکند. ولی غیبت هم باشه. روز حسن بصری نزد حسن بصری رحمت الله علیه نفر آمد و نشست و گفت که فلانی شما رو این گفت و آن گفت، دیگر گفت. گفت در کجا گفت؟
او در خانه فلان آدم گفت که در اونجا چیکار کردی؟ چی گپ بود اونجا؟ گفت که ضیافتی بود. گفت در اون ضیافت چی خوردی؟ خب دیگه گفت نوشیدنی خوردیم و خوردنی خوردیم و دیگر خوراک خوردیم و خب دیگر میوه و دیگر دانگی و این همه یک ذکر کرد. و این همه خوردگیت رو گنجاندی در همین معده، همین یک جمله رو در روحت یا در روانت یا در فکرت یا در مغزت گنجانیده نتوانستی. چرا حسن بصری رحمت الله علیه انسان رو این درس سبق خوبی داد؟ به خاطر که هر غیبتچیه که وقتی که شما میاد پیش شما کسی رو غیبت میکند، حتمی شما رو پیش کسی دیگر غیبت میکند. این خصلت انسانی هست، خصلت زشتی شیطانی هست. بعضی انسان ها عادت میکنن به هر چیز. ولی ببینید بعضی انسان ها عادت کردگی هستن به پدر لعنت، پدر نلد و حتی فرزندش پدر نلد میگوید، زنش پدر نلد میگوید، نمیدونم برادرش پدر نلد میگوید، پدر نلد، این پدر لعنت، اون دیگر عادت کرده است. درک از اون که اول فرزندش پدر نلد میگوید، همون لعنتی گفتگیش به خودش برمیگردد. نعوذ بالله. مسلمان باید آگاه باشد، باید یعنی ایمان داشته باشد، باید فکر کند، باید که اعتقاد داشته باشد و باید عمیق داشته باشد که هر چه که میگویم جوابگری دارد، حساب کتاب دارد. روز قیامت یعنی چی؟ روز قیامت یعنی حساب کتاب دادن، روز حساب کتاب. یک روزش 50,000 سال است. خدا به هممون آسان کند. برای چی یک روزش 50,000 سال است؟ 50,000 سال. و خاطر این روز حساب از روز قیامت. کی پدر لعنت گفتی؟ کی پدر رحمت گفتی؟ چی عمل انجام دادی؟ چی کار کردی؟ همه‌اش رو حسابات میدی. یعنی هست میگن که وقتی که انسان اعمال نامه‌اش رو به دستش میگیرد، میگه چی خبر است؟ این چی گپ است که هیچ یگون نقطه و یگون هیچ ذره و یگون ریزه و میده و خرد و کلان هیچی نمانده است که در اینجا وجود دارد. روز قیامت روز حساب. پس باید مسلمان همیشه اون روز حساب بیا که روز قیامت رو اندیشه کند و هر سخنی که میگوید باید فکر کند که جوابگری دارد. جواب همین رو گفته میتوانم یا نمیتوانم، یا غیبت کردنی هست، یا که غیبتی که میکند یا کردنی هست پیش از اونه که غیبت میکند اندیشه کند که جوابش رو چی میگویم، جواب همین رو چی میگویم. این حساب دارد، حسابش رو چی میدیم. در نتیجه ایمان کامل و اندیشیدن دوراندیشی و خیرخواهی. ولی کسی رو غیبت کردنی میخواهی کسی دیگر تو رو غیبت کنه؟ نه. پس چرا چیزی که برای خود نمیپسندی نمیخواهی برای دیگر میخواهی؟ یعنی مسئله عادی است. وقتی مسلمان فکر میکند هیچ وقت نه دروغ میگوید نه غیبت میکند. در نتیجه هم عمر و زندگی و خانواده و رزق و روزی و عمر و دیگر همش با برکت. در نتیجه چی؟ راستگویی. یا که دروغ گفتی یا که غیبت کردی. دانشمند اسلامی رو گفتند که شما من رو غیبت کردید. گفت چرا شما رو من غیبت میکنم؟ اگر غیبت میکردم من پدر و مادرم رو غیبت میکردم که سزاوارترین انسان ها برای عمل های نیک هم هستند. یعنی چرا من شما رو غیبت کنم؟ درک کردی چی میگوید؟ غیبت کردن یعنی تمام نیکی هایت رو با اون دادن. خدا نشون ندهد. یعنی بعضی ها رو عذر میدهند و غیبت میکنند و اذیت و ظلم میکنند و دیگر. ولو در یک فکری آمدگی است یا روایت اثری آمدگی هست که پروردگار برای بعضی بندهش
در جنت خیلی مقامی بلندی معین کردگی است. لیکن اون بنده، اون دوستش با عملهایش سزاواری اون مقامهای در جنت شده نمیتواند. پروردگار از شب غیبت و دروغ و تهمت و ظلم و ستم دیگران برای بالای همین دوستش اون مقام رو برایش میدهد. برای همین مسلمان باید که از دروغ، از غیبت، از تهمت باید پرهیز کند، حذر کند، چرا که این خصلتی ناکام کننده مسلمان هست. ولی مسلمانی که قیامت باور ندارد، اون غیر مسلمانی که قیامت باور ندارد، اون غیر مسلمانی که جنت باور ندارد، اون غیر مسلمانی که جهنم باور ندارد، اون غیر مسلمانی که حیاتی برزخ و دیگر یعنی چیز باور ندارد، اون کارش دیگر است، اون حسابش دیگر است. لیکن مسلمان وقتی که امید دارید حتمی باید که احتیاط رو باید داشته باشید، احتیاط کنید باید. لبی الو آواز تو نمیاد. لبی حضرت یک سوال ما. مرحمت. سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. همین شخص روزدار غیبت کند روزش میشکند. سلامت باشید. اگر شکند قضا یا کفارت دارد؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سوال فهمو. سلامت باشید. موفق باشید. خب روزداری که غیبت میکند یا دروغ میگوید روزش میشکند. پس اگر میشکند یعنی روزه کفارت دارد یا قضا یا کفارت دارد؟ نه. لیکن وقتی که غیبت میکند یا که دروغ میگوید، اجر و پاداشی ثواب و اجر و پاداشی این روزهش یکی برهم میخورد. غیر از تشنگی و گرسنگی و خستگی برایش دیگر هیچ چیزی نیست. در حدیث صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگویند که وقتی که روزه میگیرد روزه‌دار از دروغ و بهتان و آزار و ضرر و یعنی غیبت اینا حذر نمیکند، براش غیر از تشنگی و گرسنگی براش دیگر هیچ چیزی نیست. خدا نشان ندهد فردا روز قیامت بعضی انسانایی هستن که در روز اون حساب کتاب میگه این کردم اون کردم دیگر کردم کجا هست اجرش؟ بعد معلومش نشانش میدن که درست که نماز خوندی روزه گرفتی، لیکن از دروغ و از بهتان و از تهمت و از غیبت و از این همه خصلت‌های زشت شیطانی حذر نکردی، پرهیز نکردی، همه عملت رو تباه کردی، برهم دادی. برای مسلمان باید احتیاط کنند. حالا اون دانشمندی میگه که چرا من تو رو غیبت کنم؟ اگر غیبت میکنم پدر مادر خود رو غیبت میکنم که سزاوارترین انسان ها برای اجر و پاداش من پدر و مادرم هستن. لیکن نمیکنم، من ضرورت دارم به اون اجر و پاداش و ثواب و خیر و برکتی انجام داد، یعنی به اون عملهای نیکی عبادت ها و نیکی های انجام که همه این نیکی عبادت است و همه این عبادت های انجام دادم به ثوابشون من نیاز دارم. چرا غیبت کنم که این همه رو از دست بدهم؟ چرا خود رو محروم کنم از رحمت الهی؟ یعنی دروغ گفتن، غیبت کردن، محروم کردن خود انسان از مسلمان از رحمت الهی، از اجر و پاداش، از خیر و برکت که دنیا و آخرت و از مقام های جنت. برای این باید که چی روزه دار باشد، چی یعنی غیر روزه خیر باشد، برین رمضان باشد، چی در رمضان باشد، چی برین رمضان باشد، انسان باید دروغ نگوید. چرا که وقتی که دروغ میگوید، ولی حدیث پیامبر علیه السلام گفتیم که میگه که فرسخ ها از خدا و رسول خدا و از ملائکه و از جنت انسان دور میشود. برای همین باید که مسلمان همیشه باید شیار باشد، همیشه بیدار باشد، هر سخنی که میگوید سنجیده بگوید. ولی بسیاریا به خاطری که کسی رو بخندانند یا چند نفری رو بخندانند دروغای میگویند که دروغای یعنی پدر هوایی که وجود ندارد. او به خاطری که کسی بخندد جان عزیزی خود رو چرا در عذاب میمونی؟
به خاطر که فلانی بخنده. چرا جون عزیز خود رو او رحم به همین جون خود نمیکنی که جانت عزیز است، ولی یک خور بزند اگر چقدر اوف میگویی. ولی ببینی من یک وقت حیاتی قهرمانی چمپیونی عصر محمد علی بوکسور رو خوندم، خدا رحمتش کنه، یکی از اولیاء و بزرگوی پروردگار، بنده‌های دوست داشته پروردگار است که به دستش هزارها نفر مسلمان شدگی است و در زندگیش تجربه حیاتش نوشته شده است که هر وقتی گوگیرد با هم داشت، دوستانش پرسیدند که محمد علی با شما سیگار نمیکشید، چرا این گوگیرد همیشه با شما هست؟ محمد علی میگوید که هر وقتی که نفسم تقاضای گناه کند یک گوگیرد میزنم در بدنم میگذارم. میگه محمد علی اگر برداشتی عذاب جهنم رو داشته باشی تو قد نفسم رو سرزنش میکنم و از گناه پیشگیری میکنم که گناه نکند. مسلمان باید چنین باشه، باید فکر کند که این جوابگری دارم. برای همین باید که مسلمان خصوصا جوانا، چرا من جوانا گفتم جوانای عزیز، میخواهید که در پیری با عزت و با برکت و با سعادت زندگی کنید. در جوانی از دروغ و از فسق و فجور و حرام و حرج و زنا و غیبت و همه خصلت‌های زشت پرهیز کنید. در پیری با عزت و با برکت بالای چشم دیده فرزندان زندگی کنید. همین است. ولو در جوانی تمام خاک میخورد، بعد میبینید که چند سال بعد گر خور و ذلیل و زیر پا و آواره و سرگردان. برای چی؟ به خاطری که اونجا فکر نکرد. پروردگار میگه استعیذ بالله فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. شما من رو به یاد بیارید، من شما رو به یاد میارم. شما من رو ذکر کنید، من شما رو حفظ میکنم. شما من رو به یاد بیارید، پرهیزگاری کنید در جوانی، در پیری برای شما عزت و برکت و سعادت بدهم. برای همین دانشمند میگوید که طوبی لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشا به حال جوانی که توانمندی جوانی و تجربه پیرانسالی یک جا میکند، هم در جوانی و هم در پیری سعادتمند زندگی میکند. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله الحمدلله فضل خدا سلامت باشید. ماشاءالله. یک سوال داشتم اگر مرحمت. از نگاه شریعت غیبت چگونه است موجود؟ سلامت باشید، بخیر برکت. دیگر سوال ندارید؟ رحمت. سلامت باشید. از نگاه شریعت یعنی یکی از گناه‌های کبیره از غیبت. چی غیبت؟ چی دروغ؟ گناهی کبیره است. یعنی باید که انسان مسلمان باید پرهیز کند. لبن. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از جان نازنین سازین. الحمدلله فضل خدا سلامت باشید. شما برنامه مستقیم هستین. سلامت باشین. سوال داشتیم ازت. مرحمت. امروز ها بعض انسان ها را میبینیم سخن بیهوده زیاد میگن، زبانشون به همین سخنهای دروغ و غیبت و عزت کرده میان. همین کدام طایفه انسان ها زیادتر سر میزن و برای همین دروغ و غیبت مقصد نجات یافتن باید چیکار کنیم؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلامت باشید. موفق باشید. چگونه؟ یعنی این خصلت است. یعنی نفس عادت گیرنده است، انسان عادت دهنده است. این نفس رو به هر چیزی که عادت بدهی به همون عادت میگیرد. اون عادتی هم معمولی و عادی و همه روزت میشه. تمام. یعنی خدای نکرده، خدا نشان ندهد وقتی که انسان به دروغی عادت کرد بیهوده دروغ گفتن میگیرد. چرا؟ به خاطر که اون نفس رو عادت داده است. ولی به خاطر که این نکنه چیکار کنیم؟ ولی میگه چیکار کنیم؟
محمد علی رحمت الله علیه الرحمه، چمپیون جهان، چمپیون اصلی بوکس. یعنی چیکار میکرد؟ هر وقت که نفسش تقاضای یا دروغ یا غیبت یا زنا یا حرام یا حرج یا فسق یا فجور، نفسش وقتی که تقاضا میکرد میکشید نفسش، چیکار میکرد؟ گوگرد میزد، میگو محمد علی طاقت این رو داری که او رو پیاس نشونده است با عذاب جهنم. مسلمان باید که همیشه هر سخنی که میگوید قبل از اون که میگوید یا که یک مسئله دیگر دویم در یاد مسلمان دویم باشد که همین کار رو من انجام میدهم، پروردگار راضی هست یا نیست؟ یا همون دروغ یا غیبتی را کردنی هست، یا هر کاری رو انجام دادنی هست قبل از اون که انجام میدید یا قبل از اون که میگوید. باید فکر کند که همین سخنی رو من میگویم یا کاری رو انجام میدهم در همین راضیگی پروردگار هست یا نیست. اگر در اون راضیگی پروردگار باشد، در اون خیر برکت است و سعادت است و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت است. اگر در اون کار راضی نباشد، ولی دروغگو هیچ وقت نمیگه من دروغگو هستم، نمیگه من دروغ گفتم، حتی پنهان میکنه دروغگویش رو. همون فاسق و فاجر هم یعنی عیب و علت و دیگر هیچ انسانی عیب و علت خود رو آشکار نمیکند، پنهان میکند. چرا پنهان میکند؟ یا میداند که خدا و رسول خدا این رو دوست نمیدارد، مردم دوست نمیدارن، حذر پنهان میکند. حالا برای همین باید که پیش رو بیارد که باید چیکار کند. هر چیزی رو که غضب پروردگار باشد از اون حذر کند. لبه گوش میکنم. لبه یعنی در عملی کار ببین، اگر پروردگار راضی نباشد یا غضب پروردگار در اون باشد، اون پشیمانی دارد، پشیمانت میکند، خورت میکند، ذلیلت میکند، اوورت میکند، سرسانت میکند، سرگردانت میکند، حریصت میکند، بدبخت میکند. باید که انجام ندهی. حالا میبینی که کاری ثوابی است، کاری خیری هست، انجام بده، چرا که پروردگار برایت اجر میدهد. برو هر مسلمانی دو چیز رو هیچ وقت باید به زبان نیارد. یکی نیکی‌های انجام دادهش رو به زبان نیارد که من با فلانی و با فلانی و با فلانی به این آن دیگر، حتی پدر، حتی مادر، حتی فرزند، حتی فرزندی پدر، فرزندی مادر، فرزندی پدر، نیکی کرده به زبان نیاری. هر وقت در ذهن چرخ زد الحمدلله، خدا را شکر که نیکی کردم، تمام، که به زبان نیاری، نگویید پیش کسی. چرا؟ به خاطری که وقتی که به خاطر خدا کردید باید به کسی نگویید. به کسی گفتید در اون یا ریا یا عجب یا خودنمایی یا اینکه یعنی اجر و پاداششون بر هم میخورن. حالا مدامی که همه این نیکی به خاطر خدا هست و همه این نیکی عبادت هست، چرا ما عبادت خدا رو پیش کسی بگوییم؟ ما از این همه عبادت ها از پروردگار امید اجر نداری؟ داری. پس چرا پیش کسی دیگر بگوییم؟ این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همه این نیکی‌هایی که کردیم میکنیم، این همه برای خودی ما نیست. مادامی که برای خودی ما هست، چرا به دیگر کس بگوییم؟ این یک نقطه. میخواهید که عزت عزیزترین انسان، عزت با آبروترین انسان زندگی کنه در دنیا و آخرت. این دو مسئله رو هرگز به زبان نیارید. یکی نیکی‌های انجام داده، تمام نیکی عبادت است و تمام عبادت برای پروردگار است، از برای خالصا لله است، خالصا لله است، باید به کسی نگویید. حالا چیزی دیگری که باید به زبان نیارید چیست؟ این است که هر کسی ظلمت کرد، ضرر داد، خیانت رسانی، هیچ وقت به زبان نیار. حوالهش به پروردگار، نامش رو به زبانت نگیر. هر وقتی که در ذهنت چرخ زد به پروردگار سپاریدم، خداوند خودش یا به خاطر پروردگار بخشیدم.
پروردگار میگه در بنده من رو بخشیدی؟ تی یک انسانی ضعیف ناتوان عاجز بخشیدی؟ اون پروردگار قدیر توانای مطلق کریم عظیم بزرگ و تو نمیبخشد و تو رحم نمیکند، رحم میکند. و خاطری که انا همون پروردگاری رحیم رحم کند، باید مسلمان همیشه یعنی نیکیش رو بیاد نیارد، به زبان نیارد، بیاد آمد الحمدلله. ولی عذر کسی هم عذر داد، اون رو نامش رو نگیر، بگو الحمدلله که توکل به خدا، توکل به پروردگار. پروردگار اجرش رو پروردگارم بدهد به من. حالا وقتی که نیکی انجام داده رو به کسی نگفتید، خب حالا همین به دوستید که نیکی کرده بدید و رویش نکشیدید، همین دوست میماند و برعکس دوستتر و بهتر و خوبتر و مفیدتر میشود، یعنی بهترین دوست میشود. چرا هر نیکی که انجام دادید رویش نکشیدید؟ حالا اون دشمنی که عذر داده بود هیچ وقت در هیچ کجا نامش که نگرفتید، اون دشمن به یک دوست تبدیل میشود. تمام. اونش هم این مهم نیست که حالا به دوست تبدیل شود یا به دشمن تبدیل شود، اینش مهم نیست. مهم اساس حالا پروردگار میگوید که همین بنده ایم که به همین بنده ناتوانم کمک کرد، همین بنده عاجزم، باید که من به این رحم کنم. پروردگار رحم میکند، چون که پیامبر علیه السلام میگوید که الرحمون یرحمهم الرحمن، رحم کنندگان رو پروردگار رحمان رحم میکند. وقتی رحم کردید پروردگار رحم میکند، وقتی رحم نکردید پروردگار رحم نمیکند. وقتی پرهیزگاری و خدا ترسی و تقوا و همیشه پیش رو پروردگار رو آوردید، همیشه در ذکر پروردگار زیر سایه رحمت پروردگار میمونید. حالا گفتیم که میگه طوبى لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشا به حالی جوانی که توانمندی جوانی و تجربه حیات زندگی چیز، تجربه و حیاتی حکیمانه پیران سال خورده تجربه دار رو یک جای جمع کند، یعنی سعادتمند زندگی میکند، هم در جوانی با عزت و با برکت و هم در پیری با عزت و با شرافت و با برکت. و خاطری که حالا هرگز خور نشویم و خاطری که هرگز ذلیل زیر پا نشویم، باید احتیاط کنیم، باید خدا ترسی، پرهیزگاری، هر چیزی که هست یعنی باید از روی عدل و انصاف، یعنی باید که انسان معامله داشته باشه و در تمام امور زندگی باید انسان فکر کند و هیچ وقت زیاده روی نکند. حالا شاعر میگوید وسط را مکن از کف رها، که گفتند خیر الامور اوسطها، در همه چیز اعتدال میانه روی و پرهیزگار خدا ترسی رو پیشه کن. در همین صورت سعادتمند و عزتمند دنیا و آخرت زندگی میکنی. اگر به اهمیتی کردی، به پرواگی کردی، شیطان غافلگیرت کرد. حالا گفتیم بعضی میگه سری هر جملهش پدر لعنت، پدر لدی، پدر نلد او، دیگر همه رو پدر نلد میگوید. خب از برای خیلی با فکر کن که چی گفته ایستاده ای، کی رو پدر، یعنی کی رو لعنت گفته ایستاده ای. لعنت مؤمن حرام است، ولی یک مؤمن رو لعنت گفتن حرام است، چون که ایمان دارد و عزت و برکت و شرافت و کرامت انسان هم در همون ایمانش هست. برای همین باید که باید همیشه فکر رو چیکار کنیم که نکنیم. باید که روز قیامت همیشه پیش رو بیاریم. روز قیامت روز سختی هست. حالا گفتم که یک روزش 50,000 سال است. تمامی سخن و قدمی انجام داده، گذاشته و گفته شده و انجام داده، همه در اون اعمال نامه هست، جاوگری دارد. برای این هر کاری رو که انجام دادنی می شود، مسلمان قبل از اون که انجام میدهد باید فکر کند که
من این کار رو انجام میدم ببینم که پروردگار راضی هست یا نیست. پروردگار راضی هست یا نیست، باید حذر کنم. حالا در همین دعوا و جنجال‌های اولویه که گفتم اینجا زیاد مراجعت میکنن، یک دیگر طرفی هم دیگر رو چنون تهمت‌های میزنن که خودشون ندهد. دروغگویی. باید که مسلمان حذر داشته باشد. باور کنید یعنی انسان در حیرت میموند. برای چور جنده بینشون تو چی گپ و خبر، تو چی دعواهایی را نمیرود. همون چور جنده کی رو بوی کرده است؟ کی بوی میشود؟ اینش که جنده های مرا نداد، اونش که جنده های مرا گرفت. دعوا بالای چور کرپچه یا چور تکسری و که او کی بوی شده است با اون؟ یعنی متاسفانه وقتی که انسان سواد ندارد، بیسوادی است. من فکر میکنم که این از اساسی بیسوادی، بیدرکی، بیخبری و خدا نترسی که هم دیگر ظلم میکنن. خود دیگر برای بعضی اویلا شاید هم چور تکسری درست، برای اویلا درست که دیگر مهم است. چور کرتا و چور کپچه و چور تکسری و دیگر کرپا و دیگر مهم است. برای همین کارشون تو همه جا میرود، دعواشون تا همه جا میرود، دشمنوگری میکنن. یعنی شاید براشون مهم باشد، لیکن آخر او بوی نمیشوند کن. همین تجربه حیات زندگی باید انسان دویم سنجش داشته باشد، ببیند که همین فلانیو برای چی همدیگر اینقدر تهمت و غیبت و دروغ و دیگر بهتان و دیگر کردن، کی برکت یافت، کی ضرر دید، کی فایده دید. یک نقطه خیلی مهم واقعیت برای شما بگویم، واقعیت، حقیقت بگویم. در تمام معامله ها و در تمام دعوا و جنجال و خرخشه ها، چی بین زن شوهر باشد، چی اکا و دودار باشد، چی فرزند پدر باشد، چی همسایه باشد، چی همکار باشد، قطعی نظر است طرفین، در تمام دعوا و جنجال ها کامیاب کی هست؟ کامیاب انسانی است که نیتی نیک دارد. خیرخواهی طرفی دیگر است. اگر ظلم شم کنند، اگر مظلوم هم باشد، در زندگی با برکت و زندگی با برکت و چیز، زندگی با برکت و خیر و برکت و سعادت و عزت زیاد پروردگار براش میدهد. در تمام معامله ها کامیاب انسانی هست که خیرخواه است، نیتی بد ندارد، حق خود را صاحب شدن دارد و به طرف دیگر ظلم کردن، نیتی ظلم کردن ندارد. لیکن متاسفانه در معامله میبینیم چقدر ظلم میکنن، یعنی طرف دیگر رو ظلم میکنن. خب پیامبر علیه السلام میگن که ایاکم الکذب فان الکذب یهدی الى الفجور و ان الفجور یهدی الى النار. در حذر باشید از دروغگویی، از دروغ گفتن و غیبت کردن پرهیز کنید، دور باشید. هرگز دروغ و غیبت نکنید. چرا؟ وقتی که میگه که فإن الكذب یهدی الی الفجور، این دروغ و غیبت شما رو به بدکاری میبرد، به بدبختی میبرد و به معصیت و ظلم و ستم میبرد. دروغی ظلم نیست، کسی رو ظلم میکنی. غیبت ظلم نیست، کسی رو ظلم میکنی و هم ظلم میکنید و هم تمام نیکی ها و اجر و پاداش عمل های خود رو به اون میبخشید. تمام همین است معناش. تمام نیکی ها و عمل های انجام داده و عبادت های انجام داده، ثواب عبادت های انجام داده رو به اون طرف دیگر و دو دستی ادب میدهید. از همه چیز محروم میکنید خود رو. و این الفجور یهدی الی النار، و بدکاری ها و فجور، فسق و فجور و حرام و حرج و سوی جهنم میکشد صاحبش رو. برای همین باید که احتیاط کنیم
هر سخنی میگوییم، هر قدمی میگذاریم، هر عملی انجام میدیم، فکر کنیم قبل از اون که همین حلال است یا حرام است. حالا من یک نکته دیگر برای خصوصا جوانان که از اول صحبت من گفتم جوانان رو تاکید کردم برای جوانان بگم. حالا بعضی از جوانان رو همین عشق ورزی شیطانی بدبخت ناکام میکند. عشق مسلمان بعد نکاح است با همسر حلالی خود. یک جوان رو میبینید چند گرلفرند دارد، یا یک دختر جوان رو میبینید چند بوی فرند دارد. بعد اون در زندگی برکت بیاورد اگر علم هم داشته باشه، اگر میلیون هم داشته باشه. و این همه فسق و فجور به جهنم میکشد صاحبش رو، به بی‌برکتی میبرد. باید پرهیز کنیم، تقوا کنیم. الله باید. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت یک سوال داشتم، امیر میداده. الله جون. مرحمت. اگر همین نفر کار انجام داد و اون رو فراموش کرد، وقتی پدرش از او پرسد که تو این رو کرده، گوید که نکردم، آیا این دروغ هست یا نه حضرت؟ خب سلامت باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت دهد، موفق باشید. خب کاری رو انجام داده است، فراموش کرده است. یعنی چند چیزی هست که پروردگار بالای بندهش عذاب عقاب نمیکند. یکی فراموشی، یکی خواب. یعنی چند حالتایی هست که انسان، یعنی در خواب ما فرض کردیم یا در خواب کدام سخنهای زیشتی گفت، از انسان رو در خوابشون گپ میزنن شبی درست. هر چی گفت خوب است، برای اون گناه نیست. یا هر چیزی گفت فراموش کرد، از روی فراموشی یعنی چیزی رو یا گفت که نکردم یا کردم یا به یادش نیاید، فراموشی گناه نیست. فراموشی گناه نیست. یا که هر وقتی در یادش زدم بگید که از یادم رفته بود، چنین بود، حتمی باید اصلاح کند. لیکن اصلا در یادش نزد، ولی دیگر هیچ مشکلی نیست. ولی به همین مناسبت یک نفری از من خواهش کرد که جنازه و کدام مشکلی و تشویش‌های کاری پریشان شدیم و یک جای راه دوری رفتیم و در یادم زد که نفری را وعده کرده بودم که چی جنازه اپاشون بود و فکرم اومده گفته بود که اپام گذشته است. خب در یادم اومد که ما وعده کرده بودیم. خب دیگر رقم‌های تلفن دیگر تماس علاقه هیچ چیزی نداشت. و انسان هم ناشناس بود. در مسجد یعنی روبرو آمد و گفت که همخیلم دیگر تلفن و عنوان فلان مسجد جنازه است. گفت تو رفت. وقتی که بعدی گذشتن وقت در یادم زد که وعده داده بودم که خب دیگر روزی روبرو آمدی. خب دیگر نخست بود. اگر که اون میخواست علایده می آمد اداره، می آمد خانه، نه خانه آمد نه اداره آمد، در یک جایی رو بیرون روبرو شدیم و خیلی گله‌مندی زیادی کرد. گله کرد که شما وعده کردیم. گفتم هزار بار عذر، من فراموش کردم. لیکن بالای اینم یعنی استودگری و زیاده روی کرد که نه شما وعده کردید نیومدید. خب به هر حال در فراموشی وقتی که انسان فراموش میکند، پروردگار از اون چیز از بندهش گذشت میکند. حالا ببینید فراموشی در ماه مبارک رمضان میخورد چند لقمه، چند یا که یک پیاله آب یا که چندی که باشد، هر چقدر خوب فراموش کرده بود که روزه‌دار است. بعد یکی در یادش داد که روزه‌دارم، یا خور تمام کرد بعد در یادش داد که روزه‌دار است، حتی روزه‌اش نمیشکند، روزه رو دوام میدهد. یعنی فراموشی هیچ گناهی ندارد. فکر میکنم که وقتی ما به پایان رسید و از خداوند عزوجل برای همه شما بینندگان عزیز گرامی خیر و برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت با دعا تمنا میکنم. همیشه
همیشه عزتمند و سعادتمند و سربلند و با عزت دنیا و آخرت باشید و همیشه خیرخواه. سعادت انسان در خیرخواهی انسان است. نیت نیک باشد، پروردگار عمل رو هم صالح میکند، نیک میکند. نیت و نیک خداوند عزوجل به همه ما و شما نیت نیک و قلب صاف و پاک و عمل صالح نصیب روزیمون می‌کنه. موفق و کامیاب و با عزت باشید.